سلام، اخبار تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی با همکارانم در دوشنبه و پراگ تقدیم میکنیم. امروز 1 ایون است. نگاه به محتوای برنامه. ماتم در دهه قوشه‌ای ناحیه لخش. بر اثر افتادن کوهپاره مادر با دختر 15 ساله و پسر 12 ساله‌اش هلاک شدند. تجلیل از روز جهانی کودک در ختلان. ده‌ها کودک امکانیتشان محدود با کمک اتحاد اروپا و سازمان میسیای شرق در همایش صاحب تحفه شدند. با شریکان خود بیشتر به کودکان امکانیتشان محدود یاری میکنیم. افزایش حمله و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه. مقامات روس چرا و با دستور کی مهاجران تاجیک را هدف قرار دادند؟ برنامه را با خبری از ناحیه لخش آغاز میکنیم. در پی لغزش کوهپاره در دهه قوشه‌ای ناحیه لخش جرگت‌آل سابق یک زن با 2 فرزندش زیر خاک و لای مانده هلاک شدند. حادثه ساعت 2 شب 1 ایون رخ داده است. در حکومت ناحیه لخش بر رادیو آزادی گفتند که صبح امروز جسدهای محبوبه ساکن 38 ساله این دهه با دخترش ملکه 15 ساله و پسرش نصرالدین 12 ساله از زیر خاک و لای بیرون کرده شدند. با گفته مقامات خانه این ساکن دهه در زیر کوه جایگیر بوده است و بر اثر نمی زیاد کوهپاره آلوده بالای کنده این خانه را زیر کرده است. جسدهای مادر و 2 فرزندش را نصف روزی 1 ایون در دهه قوشه‌ای جماعت وحدت ناحیه لخش به خاک سپردند. برنامه را با گزارشی از ولایت ختلان ادامه می‌دهیم. در سراسر جهان روز 1 ایون همچون روز کودکان تجلیل می شود. در این روز مقامات و کارشناسان موضوع حمایت و به آموزش و پرورش جلب کردن کودکان را که یک قشر آسیب پذیر جامعه هستند بحث می کنند. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان 10 کودک را در محفل خرسند کردند. همکارم سرمناز روح الله در این باره گزارش دارد. برای بیشتر از 100 کودک دارای امکانیت‌های محدود در شهر باختر برنامه‌های تئاتری نمایش داده شد. اکثریت این کودکان باری اول برنامه‌های تئاتری را از نزدیک تماشا کردند. شیرینگل رحمانова نبیره‌اش سعیده را به تئاتر آورده است. این زن در برابر تماشا آگاه شد که کودکانی با نیازهای ویژه برابر حقوق با افراد سالم هستند. چیزا تماشا میکنن یعنی حقوقی کودک برابر همین مادرایی که کودکای معیوب دارند نشون میدن اونی ندارن. حسن و حسین برادران از ناحیه کوشانیان در برابر تماشای صحنه‌های مختلف صاحب عربچه شدند. اتحاد اروپا و سازمان میسیای شرق در ولایت ختلان به 61 کودک دارای امکانیت محدود عربچه تقدیم کرده است. با کودکان دیگر 61 عربچه و به 100 نفر دیگر تحفه دادند. لایحه ما در 6 ناحیه ولایت ختلان اجرا می شود. با شریکان خود بیشتر به کودکان امکانیتشان محدود یاری می کنیم. این کودکان صاحب دانش و ملکه خوب هستند. این لایحه در برابر کمک مالی با والدانی که فرزندان معلول دارند همکاری می کند. هدف از این مطابق سازی کودکان معلول به جامعه و از بین بردن تبعیض نسبت آنها می باشد. رئیست معارفی ولایت ختلان میگوید 2293 نفر کودکانی از 7 تا 18 ساله با امکانیت‌های محدود را ثبت کردند. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان رفتار ماموران انتظامی روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک بی‌رحمانه و غیر انسانی نامید. مسئولان سازمان روز 1 ایون نمایندگان حکومت تاجیکستان را نیز به بی‌عملی و سکوت در برابر این حادثه‌ها تنقید کردند. طی 2 هفته اخیر سنجش و بازداشت و جریمه گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه افزوده است. مقامات روسیه سبب چنین برخورد را نمیگویند ولی حدس و گمان‌ها در این مورد زیاد است. همکاران ما پیش از برنامه با بعضی از تحلیلگران در این باره صحبت داشتند و خلاصه‌اش را از میرزانبی خالقزاد میپرسیم. میرزانبی، نظرها در این باره چی است؟ تشکر و سلام به بینندگان گرامی. آن طوری که اشاره کرده جانب روسیه در سطح رسمی سکوت اختیار کرده است و این به پیدا شدن نظرهای گوناگون در مورد سبب تفتیش و بازداشت مهاجران دامن زده است.
مسکو معمولا در صورت راضی نبودن از رفتار دوشنبه دامن مهاجران تاجیک را میگیرد، اما دایره‌های نزدیک به حکومت و کارزار اطلاعاتی در رسانه‌های روسیه درباره رویدادهای آخر اظهار نظر نکردند تا هدف معلوم و روشن شود. ما از چند تحلیلگر پرسیدیم که چرا حمله به مهاجران در روسیه زیاد شد و با دستور کی؟ یکی از آنها پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک به ما گفت که این کارزار احتمال با هدف مجبور کردن تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا راه اندازی شده است. وی افزود که به احتمال زیاد این مسئله هنگام سفر اخیر امام علی رحمان به تجلیل روز غلبه به مسکو در میان گذاشته شده است. روسیه چند سال باز آشکار و نهان این پیشنهادش را میکند، اما دقیق نیست که آیا در ماه می این مسئله دوباره روز است یا نه. همچنین با روزنامه‌نگار گالیا ابراگیمووا هم صحبت داشتیم و میگوید که کارزار ضد مهاجران میتواند همچون کوشش متحد کردن مردم روسیه برای یافتن دشمن داخلی در پس منظر جنگ در اوکراین باشد. و همچنین گفت این اقدام میتواند تلاش برای جلب مهاجران به جنگ در اوکراین باشد. روزهای اخیر میرزا نبی این سوال صدا می‌دهد که در روسیه مهاجران از کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز هستند، ولی چرا تنها تاجیکان هدف گرفته شدند؟ آیا پاسخ این را هم از کارشناسان پرسیدیم؟ بله، جواب این سوال را هم ما پرسیدیم. یکی از تحلیلگران کریم علیف سببش را به آن وابسته دانست که نه سفارت و نه حکومت تاجیکستان از پس مهاجران نمیخیزند و صدا بلند نمیکنند، در حالی که به گفته او در روسیه نمیخواند برای مثال مناسبت را با ازبکستان خللدار کنند. به گفته او به دلیل آنکه دوشنبه برای محافظت شهروندان خود تلاش زیاد نمی کند، شهروندان تاجیکستان بیشتر مورد چنین حمله ها قرار می گیرند. در آغاز برنامه خودتون از اظهارات گروه 24 یادآور شده. در این اظهارات که همین روز نشر شد، نمایندگان گروه 24 اعلامیه 3 نهاد دولتی تاجیکستان را در پیوند به قضیه مهاجران تنقید کردند. آنها نوشتند که مقامات تاجیکستان چون همیشه برای حفظ حقوق شهروندان خود در روسیه چاره‌های مشخص نمی‌اندیشند و جز از بیان نگرانی یا درخواست تفتیش کار دیگری از دستشان نمی‌آید، تا کنون 2 وزارت و اداره امبودسمن تاجیکستان در رابطه با قضیه مهاجران واکنش کردند، ولی معلوم نیست که تا چی است. سپاس همکار ما میرزا نبی خالقزاد بود. بیننده های عزیز، خبرهای وابسته به مهاجران تاجیک را پیگیری داریم و گزارش و ویدیوهای نو را در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بینید. موضوع بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه سر و صدای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. اکثر کاربران مقامات روس را به نژاد پرستی متهم می‌کنند و برخی هم می‌گویند مهاجران ما قانون‌ها را رعایت نمی‌کنند. همکارم امیر ایسایف این موضوع را با ساکنان در دوشنبه در میان گذاشت و پاسخ‌های آنها را با هم می‌شنویم. مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای پشتیبانی شویم. ما مراجعت وی را وای کنیم، گوش کنیم، از کلونی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غم نتیان، دستگیری کنند، به پول رفته کار کنند. یعنی که به پول، یعنی که برای که کار کنند یک چند پاتنت و یک چند حجت‌های دیگر مبلغ داده میگیرند. برای همین باید ما دولت ما ویار حمایت کنه مهاجران خودمون. از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم. ان شاءالله که بخیر می شود، حکومت میبیند این رو بازرسی میکند. آیا از یگان پیوندان شما در مهاجرت میانتی هستند یا نه؟ نه، پیوندان خودی من نه و همسایه های ما که ما با آنها نزدیک میشناسیم و هم صحبت هستیم و رفته های ما نزدیک است، از آنها با خبریم که در آنجا هستند. خیشو تبار نیستند و از چند شناسایی که فرزنداشون در روسیه میخوانند از همون من زنگ زده پرسیدم که سبب چی باشد. همین از یوتیوب دیدم و یایم نمیدونم. نوارهای زیاد پخش شده است. مهاجران تاجیک ما در شهر روسیه زیر دست پلیسا قرار دارند. آنها نوارها را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند و گفتند که همه حجت‌های ما تیار است، همه حجت‌های ما به طلبات جوابگو است، اما ما زیر دست این پلیسا قرار داریم، زیر دست ظلم قرار داریم. در اطراف این هنگام ساختن‌ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وی
گندمگین باشد و موی سرش سیاه، این نشان آن نیست که همه وی تاجیک است. بنابراین این دقیقیت میخواهد حل این مسئله ها و من فکر میکنم که تا فکتی ضروری نباشد یک گناه کردن در اطراف یک مسئله هنگام ساختن، باز میگم که از روی انصاف نیست. و چرا چنین حالت پیش آمد؟ خیلی این حالت در همه جا پیش آمده نشد، در همه دور زمان ها، در همه شهر و در همه ممالک دنیا، لیکن از این هنگام ساختن من فکر میکنم بار دیگر میگم که از روی انصاف نیست. ادامه برنامه. یک پارچه زمین در ناحیه فرخار ولایت ختلان بحث برانگیز شده است. ساکنان میخواهند که در آن میدانچه ورزشی بسازند، ولی حکومت محلی میگوید آن زمین کشاورزی است و بجز کشت زراعت نباید آن با دیگر هدف استفاده شود. همکارم محمود جان رحمتزاده به فرخار رفت و این گزارش را آماده کرد. آخرین بازی خوانندگان مکتب رقم 21 ناحیه فرخار در این میدان. اکنون احتمال می رود که زمین شخصی شود، اما آموزگاران و خوانندگان و ساکنان می خواهند اینجا همچون ورزشگاه مکتب و دیه باقی ماند. طلبا همینجا ورزشگاهشان هم میگذرن، نوروزگار هم در همینجا میگذرونن، همین جای چهاربینی را در همینجا میگذرونن. این برای چی سبب باشه که برای اشخاصی خیلی چی دارن و 300 خودجگی را طرفداری نمیکنن. زمین را از مکتب یک راه جدا میکند. 10 سال پیش مکتبیان در آن ورزشگاه ساختند. حالا دریغ میگویند که در وقتش آن را حجت نکردند. بودیم اونجا چین کنای کمیته زمین ما همونجا گفتیم جورایم خیلی گپای وضعیتو چیزی مکتب گفتیم اینجا مهنت که سال 2011 هم هرمون هم جانو بود، این هم همیورا ما بعد دست بخدو کردیم حوار کردیم درخش خریدیم شوندیم همه چیز. مکتب شماره 21 در دهه نوآباد پایان ناحیه فرخار قرار دارد و کهن سالترین مکتب ها بوده سال 1948 باز شده است. حالا در آن 550 خواننده تحصیل می کند. در حولی مکتب میدان ورزشی دیده می شود، اما ساکنان میگویند که در آینده مکتبی نو شد و ورزشگاه جای نمی ماند. میدانچه ورزشی قریب که نداره بگیم، یعنی اگر حساب کنیم اگر 068 صدیق زمین داره، اینجا اگر طرفش فرض کنیم که زکوبه او طرفش فرض کنیم که مقدار زیادی سیمو رفتگی، این طرفش فرض کنیم که انا بگیم انبار کدگی، اون یگون جای ساختن مکتب دیگه نداره، جای بازی میدانچه نداریم ما. در حکومت ناحیه فرخار دادن زمین را به کسی رد کردند. رئیس ناحیه گفت که آن زمینی آبی است، اما برای ورزشگاه مکتب شدن آن باید قرار حکومت کشور برآید. با گفته مسئولین هر افراد ناحیه طبق قانون حق گرفتن زمین را دارد. کسی صاحب زمین می شود باید در آن کشت کند. اما ساکنان ده میگویند که آنها در یک هکتارش باغ کرده اند. آنها میگویند که اگر زمین به آنها داده شود خودشان آباد خواهند کرد. مجلسگاه همین قشلوق اینجا 170 آدم میبره، استادش خیلی تامین میشه. مقصد نه که شما باید کسی شما مقصد خیلی کسی هم خواهش میکنیم که همین نشه، همین خلق گوش کنن. مقصد کلخوز ما نداره استادیوم. ساکنان هراس دارند که زمین شخصی می شود و آنها از ورزشگاه و نوروزگاه محروم می گردند. آنها منتظرند که قرار به فایده کی خواهد برآمد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار. یک قطار شرکت‌های تکنولوژی با شمول رهبران مرکز امنیت هوش مصنوعی در ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که ذهن صنعی میتواند باعثی از بین رفتن انسانیت شود. زیر اظهارات تقریباً 350 دانشمند، مهندس و رهبر شرکت‌هایی که در رابطه با هوش صنعی تحقیقات انجام می‌دهند امضا گذاشتند. و همینجا برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر گزارش‌های بیشتر را هر لحظه میتوانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.